سلام. سلام، چطوری؟ خوبه. لبات چرا اینجوری کردی؟ ماتیک زدم. خب ماتیک زده باشی، حرف که میتونی بزنی. نه نمیشه، پاک میشه. موهات چرا اینجوری شده؟ چیدمش با چی؟ با این قیچیو. قشنگتر شده شو، خوب شو، بهتر شو. داداشتو چرا اینجوری کردی؟ برای کاکا من چیدم. چرا؟ خیلی ادبار بود. این بچه که بود مریض بود. خب ناز کرد مامانو. گو 8 سالش که شو میبرمش حرم امام رضا. میخواستم اونجا ببرم موهاش کوتاه کنم. من همجا براشون چیدم. خب تو که نازو خراب کردی. مامانت بفهمه چیکارت میکنه؟ تشمو میزنه تو مو. حقت تشتون بزنه. من بهش میگم. اطراب اما حسین نگو. خودش میفهمه. جون خدا نگو. خودش میبینه دیگه. من روسری میکشن جلو تو معلوم نمیشه. خب روسری اونم میخوای روسری بذاری؟ نه روسری کالا میذارم. نگاه تو خودش بزرگ میشه، خودش بلند میشه. اینا چیه پوشیدی؟ اینا کفشای تاق مامانومه. خیلی باحاله. راه که میری تاق میکنه. کی تو دستت چیخ صدا میده؟ اینا همشون مونی مامان.